اول از یه رنگ آجوری استفاده میکنیم با یه براش توپل گوشه خارجی چشم یا ناحیه 3 چشم رو رنگ گذاری میکنیم به صورت ضربه‌ای و اون رو به سمت داخل و بیرون فید میکنیم. بعد از یه رنگ یک درجه تیره تر استفاده میکنیم و دوباره توی همون نقطه به صورت ضربه‌ای رنگ رو میذاریم و به بیرون به سمت شقیقه و قسمت داخل مرزش رو فید میکنیم. با یه براش کوچیکتر رنگ تیرمون رو به صورت ضربه‌ای حالت دال گوشه خارجی چشم میذاریم و اون رو به سمت بیرون فید. برای قسمت زیر چشم از همون رنگایی که پشت پلک استفاده کردیم استفاده میکنیم. با یه براش سرتخت کوچیک رنگ‌گذاری رو انجام میدیم و با یه براش سرگرد سایز کوچیک کار فید رو انجام میدیم. این سایه مادر یا ترانزیشن هستش که میتونیم پله به پله اون رو تیره و یا روشن بکنیم و باهاش هزاران سایه خلق بکنیم و با چاشنی کردن رنگ مشکی چشم رو درشت‌تر. این سایه به 99% افراد